آوازی تاجیک تقدیم می‌کند. السلام علیکم. ارزش و گفتی سنا کس را کند توانا، این عملی شایسته یاوری پیر و برنا. عصای برادر به درد نوشت و سخنها همه یاد کرد که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بازیان. تمر بابامız sevgen sığıngan vatan, Babur Mirzada ina konser sağışgan vatan. بارک الله. اگر شما دونا هم یا معلمت هم دونا هستن می البته معلم اولش توبه کردم لیکن من فکر نمی کنم که در 95% مکتب های ناحیه صبح علی همین طرز کارو علی همین نتیجه کار موجود باشد. الا خوب باشد، لیکن شما به معلم من قائل هم سر تعظیم که اینا به درجه شما میرسن، که اینا به درجه من میرسن، که اینا به درجه سلطان بیگ میرسن، بعد من در همون وقت به اینا فخر میکنم. خدا خواهد میشه میکنم السلام ای دوستدارانی سخن، السلام ای عاشقانی شعری تر، السلام ای نوجوانانی دلیر، السلام ای دخترانی گلبسر، السلام خوش آمدید، خوش آمدید. السلام علیکم استادان گرامی، خوانندگان عزیز و مهمانان ارجمند. با کلام افتخار و سرفرازی همه شما را با مناسبت به دست آوردن در آزمونی
که مکتب ما صاحب چنین دستاوردهای بزرگ گردید و نام خود را با حرفهای ظریف در صحیفه‌های موفقیت ثبت نمود. به همه استادان و خوانندگان فعال اسفار سپاس نموده برایشان تندرستی، الهامی بی انتها و پیروزی های نو به نو آرزو میکنیم. بگذار کامیابی های ما پیوسته افزون گردیده آواز تاجیک همیشه بلند و پرترین صدا دهد. سخنی تبریکی را به شخص می‌دهیم که برای پیشرفت و نسل نورس سهمی بزرگ گذاشته است. مرحمت استاد انور بک. السلام میهمانان، السلام بزم یاری دوستان، السلام. امروز تدبیر ما در پرسشنامه آواز تاجیک در ناحیه سوخ این مکتب نمونوی و مکتب بهترین شده مکتب 13 جای اول را به دست آورد. همین خیل خوانندگان با همین خیل آموزگاران مکتب رقم 13 شخصا من میفخرم. با این خیل اهل هوشیار زمین، با این خیل خلق من میفخرم، چون که ما این خیل خلق دستگیر داریم و این خیل خوانندگان داریم. سببی در این پرسشنامه غالب شدن ما همه خوانندگان و پدر و مادر و اهل دیار ما میباشد. رحمت. اعضای اتفاق ژورنالیستان ازبکستان و تاجیکستان، صاحب آردن اوزلی، غالب آزمون قلم طلایی، 2 کره غالب آزمون ژورنالیستانی سال، مخبر روزنامه آواز تاجیک و جمهوریت، استاد میراسرار اهرام. سلام از شهر تاشکند، از پایتخت جمهوری صاحب استقلال ازبکستان، از نام تمام تحریریت روزنامه آواز تاجیک، از نام همه ژورنالیستانی که در این روزنامه فعالیت میکنند 13 تقدیم میکنم. مکتب رقم 13 برای من بسیار مقدس است، چون که من در این مکتب چند سال راهبر بودم، معلم بودم و در این مکتب آنهای کار و فعالیت کردند که همشون استادای ما و شما هستند. یعنی ما شاگردان آنها و شما شاگردان اکنون من شاگردان ما دیگر. برای همین من پرسشنامه که از طرف روزنامه آواز تاجیک گذرانده می شود این بار اول نیست، اما غالب برآمدن مکتب رقم 13 برای من قوت بخشید، نیرو بخشید، جسم و جان من به هیجان آورد. من باز هم قوت بیشتر بخشید، باز در ساحه ژورنالیستیک بازم بیشتر کار کنم. امروز 1-2 سین در آمدم، اینقدر احساسات من فرا گرفت، اینقدر من راحت کردم. طلبه‌های دانای دیگر راحت کردن این بسیار چیزی مقدس است، این بسیار افتخار بزرگ است، این بسیار یک چیز است که برای هر کس بیرون از اون سینخانه هم حتی راحت و فراغت میبخشد. انا همیشه بچیکان دختران دانا شوید، چون که توانا بود هر که دانا بود، زدانش دلی پیر برنا بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی. گپ درباره پرسشنامه آواز تاجیک می رود. تقریبا 2 سال پیش، 1.5 سال پیش مکتب رقم 11 ناحیه سوخ و هم غالب برآمد و ما آن را با چند هم تشکرنامه و هم مکافات‌های دیگر سزاوار دانستیم. اگر امروز من به صفت مخبر من همین روزنامه که علی همین سیاست جناب
عالی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مینوانویچ میرزیویف ترغیب و تشویق میکند. این روزنامه است که تقریبا در همه شماره هایش همه شماره هایش همین سیاست این جناب ترغیب و تشویق میشد. این جناب پرزیدنت من و شما هستند، این سردار دولت من و شما هستند. این کس بی‌واسطه با برای سخ آنچنان هم اظهار نظر میکنند که با ما میلیارد پول آمده ایستاده است. بله ببینید، میلیارد پول برای آباد و زیبا گشتن. علی همین کاشانه‌ای که من و شما در اینجا این انجمن برگزار کرده ایستادیم، همین هم با شرافت همین جناب شده است. برای همین جناب ما باید همه وقت هر گفته این کس را اجرا کنیم، چون که ما مملکت بزرگ می شویم. آینده مملکت ما حاضر هم بزرگ است، اما باز ما بزرگتر می شویم. برای همین شما باید علم آموزید، علم یاد گیرید، کتاب خانه یاد می‌گیرید، دانش از خانش. برای همین من با تمام حرمت و احترام غالب برآمدن مکتب رقم 13 تحت راهبری من سلطانبک انوربک شما را صمیمانه از نام تحریریت، از نام سردبیر شیرفولاد وکیل و همه کارمندان آن تبریک و مبارکباد میگویم. اما این موفقیت آخر نشود برای شما. شما باید از این هم در آزمون‌های بیشتر و زورتر اشتراک کنید. ببینید المپیاد که غالب برآمده، شما الک دانشجو پیشتر این خیلی ما دستاوردها نداشتیم. من آهسته آهسته طلبه های ما غالب برآمده، دانشجو شده، حتی در انیورسیته امروز فقط کار میکنن و شما درس میدید. تبریک و مبارکباد صمیمانه هیئت تحریریه روزنامه عالی مجلس و دیوان وزیران برای شما مبارک باشد. احترام و صمیمیت برابر مکتب شما سلطانبک انوربک پرسید. یک نوچیز هم هست، علی همین تقدیم میگردد. این هم از نام تحریریت آواز تاجیک. استاد این کالکتیو مکتب 13 با مانند کالکتیو ما در دیگر مکتب‌ها نیست. با فکرم من میفخرم با این کالکتیو. در کالکتیو مکتب ما استاد من شما فعالیت کردید. استادان غمخوار برای جوانان، یکی از آنها میرزای فیلتیماس جان، یک بهترین آموزگار. فن ماتماتیکا دولت حسین جان دیگر معلم است که برای آبادی مکتب، برای تربیت جوانان بی‌نهایت خدمت می‌کنند. استاد مراد فیدبک اکرامی xizmat میکنم برای تربیت جوانان. uzoqdan kelib bizni bolalarimizni g'amli yegan ustozlar Artik va Gavharoy. Vazife diktori megan barandagi. Yakta doim diktoron es bachom Hasan Boboyev Muhammad Rasul. خوانده‌دار محمدخان آفریزاده از جای بهترین
بار دیگر دوستان برای دستگیری شما رحمت ما از شما می‌نداریم و ما با این غالبیت همچون من راهبر مکتب 13 با این آموزگار و با این کلکتیو بار دیگر می‌فخرم. رحمت. من باور کنید خود اگه شما من ممکن نفهمید اما من با جوانتر شده تاشکند برمیگردم چون که یکم با همکارای سابق خود با مکتب سابق خود که اونجا کار کردم و فعالیت کردم و با فرزند و نویر و عبیر خود چند لحظه بودم همه داره یک بار دیگر در این پرسشنامه خالی برآمدتون تبریک میکنم. با نام قهرمان اتفاقی سویدی تیشبای عادیلوف گذاشته شده است. سال 1997 با تشبوس دیرکتوری مکتب استاد بهترین حکیم جان حمید جان نیمپیکری قهرمان تیشبای عادیلوف گشوده شد. در مکتب ما 8 نفر استادان سرتیفیکت های زبان، 12 نفر استادان باشد سرتیفیکت های ملی را سزاوارند. از خوانندگان 34 نفر خوانندگان با سرتیفیکت های گوناگون تیاری دیده ایستادند و 12 نفر اینها سرتیفیکت های گوناگون خیلی هم خوب را درجه های بلند و پست را به دست آوردند. در مکتب ما 43 نفر استادان به ما تعلیم داده ایستادند. از اینها 8 نفر طایفه عالی و 12 نفر طایفه دوم می باشد. از ما به تو صد سلام و تبریک تقسیم به تو از رفیقانت از نامی تمام خلق تاجیک. من از این کار قسمت در عجبم خدایا این چی سر است و چی اسرار خداوندا پدر و پا را نگه دار. انار انار لوبر من انار انار لوبر من انار من بچه به دل بری من انار من بچه به دل بری من. اولا السلام علیکم آموزگاران مشفق و مهربان پدر و مادران دلسوز و غمخوار خوانندگان تشنه علم و ادب خوش آمدید خیر مقدم نور دیده تاج سر. سر نفس خود امیر مردی برگرو کرد. تبریک میکنم بچه ها همه خیلی دورای نغزنده شما تولد یافتان که این خیلی موفقیت و این خیلی پریزیدنت ما دادگی شرط و شرایط ها دورای مونده خیلی دوری ما گذشت. رحمت برای همراهیتان مهمان عزیز بار دیگر خوش آمدید میگم. من مکتب ما وعده می‌دهیم دختران دائم پیش قدم است. مکتب رقم 13 در این سطح برسد. زهرالدین محمد بابر آمدگی جا هوشیار در این سطح برسد. 13 مکتب دستگیری بگیرید. رحمت بار دیگر خوش آمدید. استاد عزیز شما رحمت ما شما می‌نت داریم. همین خیلی تدبیری پرمضمون اگزامه برای اشتراکتان همچون مخبری روزنامه‌نگار آواز تاجیک این بودن تدبیر ما با پایان رسید. رحمت.